بعضی آدما رو مثل این ظرفایی که روشون نوشته قبل از مصرف خوب تکان دهید بعد بخورید. بعضی آدما رو تو رفاقت ها اول باید خوب تکون بدید، ته شخصیتشون بیاد بالا، خوب بشناسی کیه، بعد رفیقش بشی. فکر نکن شناختیش، فکر نکن با 4 تا حرف عاطفی که میگه، با 4 تا قربون صدقت که میره دیگه بهترینه. نه، میخوای اینو بشناسی، تو خشمش بشناس، تو سفر بشناس، تو همسایه داری بشناس، تو فقر و نداری بشناس اینا کیان. یا آبی زلال مولانا میگه خوب شفاف داره میره. خب چطوره این آب زلال شفاف تمیز پر از خوبی؟ یه چوبی بردار از ته یک تکانش بده، بعد میبینی لجن بالا آمد، بعد میبینی اوه این زیرش چی بوده، چقدر تهش گندگی بوده، تهش چقدر لجن بوده، تهش چقدر رسوبات بد بوده. یه تکان همش آورد بالا. طرف رو دوستیش، رو رفاقتش، رو همه چیزش حساب باز کردی، اما یه جا میرسه تو زندگی یه کنتاکی ما بین تو او ایجاد میشه، یه ذره با تو اختلاف سلیقه توی مسئله پیدا میکنه، بعد ته شخصیتش میاد بالا. دروغ، کلک، فریب، خیانت، همین دوست دیروز حالا امروز برای منفعت‌های شخصیش، برای شندرقاز پول دنیا، برای یه اختلاف نظر و سلیقه که با تو پیدا کرده، اوه گرگی بوده تو پوستین میش. چه حرفا میزنین؟ فحاشی، بد و بیرا، تهمت، افترا، تای شخصیتش اینا بوده، حالا این لجنایی میاد بالا. بعد این طور دوستی رو اگر اینجا از دست دادی، خدا رو شکر کن، زود شناختی اینه، به قول امروزی ها کاتش کن دیگه، بندازش بیرون، تمام. نه اینکه زانوی قم بغل بگیر رفت، از دست دادم، چرا اینطوری شد، خیلی هم خوب شد رفت، وگرنه همین بوتت میشد و همین تو رو از خدا محروم میکرد. همین که امروز ضربه دنیا رو نمیتونی ازش تحمل بکنی، میتونست ضربه مهلکتری به دینت بزنه و برای همیشه آخرت تو به باد بده. خدا رو شکر کن خوب شد به موقع خودشو معرفی کرد.